با نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله میرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من فعالیت عملی را در قسمت اندازه‌گیری کثافت اجسام جامد با شکل غیر منظم هندسی در نظر گرفتم که برای اجرای این فعالیت ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک عدد جسم غیر منظم هندسی، یک پایه سلندر درجه دار، یک مقدار آب، ظرف برای ذخیره آب و یک پایه ترازو. روش کار چه قسم است؟ برای محاسبه کثافت اجسام، کتله یک جسم را در فی واحد حجم آن محاسبه میکنند که توسط رابطه D مساوی M بر V ما و شما میتونیم کثافت یک جسم محاسبه کنیم که در این رابطه D نشان دهنده کثافت، M کتله و V حجم را نشان میدهد. در این فعالیت ما جسم جامد غیر منظم هندسی را که در نظر گرفتم عبارت از یک عدد پنجه نیکلی است. اینول به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم کثافت از این پنجه را پیدا کنیم باید کتله و حجمش بشناسیم. اول من میرم کتله را پیدا میکنم با استفاده از ترازو رو روشن میسازیم، میگذاریم تا حالت صفر بر خود بگیره. پنجه را روی ترازو قرار میتیم. این پنجه یک کتله 52 گرم داراست. کتله را یادداشت میگیریم، میریم طرف دریافت حجم. اینول به خاطر دریافت حجم از جسم ما و شما نمیتونیم از خطکش یا متر استفاده کنیم چون دریافت طول عرض و ضخامتش مشکل است. برای دریافت حجم از پنجه ما و شما حجم از را در داخل یک مایع با استفاده از یک سلندر درجه دار دریافت میکنیم که ما اینجا یک سلندر درجه دار دارم که با واحد میلی لیتر درجه بندی شده و یک مقدار آب در نظر گرفتم. ما آب یک اندازه رنگه ساختم به خاطر که ما و شما را در اندازه گیری بر دیدن اندازه گیری کمک کنه، یعنی بتانیم میزان اندازه گیری را با وضاحت دیده بتانیم. چی کار میکنم؟ چیزی که در جریان اندازه گیری مهم است زمانی که شما حجم مایع را اندازه میگیرین باید خط را که انتخاب میکنین یا اندازه را که انتخاب میکنین او خط در جریان اندازه‌گیری با چشمتان در یک زاویه قرار بگیره تا اینکه ما و شما بتانیم یک اندازه‌گیری دقیق داشته باشیم. من 230 میلی لیتر آب داخل سلندر قرار میتونم. فعلا ما و شما یک حجم 230 میلی لیتر آب در داخل سلندر داریم. اینول به خاطر از اینکه حجم پنجه را پیدا کنیم ما و شما پنجه را در داخل مایع در بین سلندر قرار میدیم. ما پنجه را به راحتی با احتیاط داخل مایع اینجا رها میسازم. میبینیم که حجم مایع چقدر تغییر کرد. زمانی که من پنجه را در داخل مایع قرار دادم حجم مایع از 230 میلی لیتر میره به 236 میلی لیتر. اینه مایع حجمش سطح حجم مایع بالا میره اینجا. چرا سطح حجم مایع بالا رفت؟ زمانی که ما و شما پنجه رو در اینجا قرار دادیم پنجه که در داخل مایع قرار گرفت به اندازه حجم خود حجم مایع را در داخل سلندر تغییر میده. حجم اول مایع ما و شما بود 230 میلی لیتر و فعلا این شده 236 میلی لیتر. از اینجا ما و شما چطور میتونیم اینال حجم پنجه رو پیدا کنیم؟ حجم مایع بود 230، حجم مایع و پنجه شد 236 میلی لیتر. هرگاه ما و شما بگیریم از 230 را تفریق کنیم حجمی که باقی میمانه او نشان دهنده حجم پنجه است که در داخل مایع قرار گرفته. یعنی 236 منفی 230 میمانه 6 میلی لیتر یا 6 سانتی متر مکعب که این 6 سانتی متر مکعب نشان دهنده حجم پنجه است. کتله را دریافت کردیم، حجم هم داریم، میریم طرف اندازه‌گیری کثافت. برای اندازه‌گیری کثافت قیمت هایی که به دست آوردیم برای کتله و حجم میریم در رابطه اندازه‌گیری کثافت را وضع میسازیم. یعنی D مساوی به M بر V جای M کتله را وضع میکنیم که بود 52 گرم، جای V حجم وضع میکنیم که هست 6 سانتی متر مکعب. ایناله هرگاه ما و شما بگیریم
52 گرم تقسیم 6 سانتی متر مکعب کنیم، یک قیمت 8.66 گرم بر سانتی متر مکعب بر ما و شما حاصل میشه که این 8.66 گرم بر سانتی متر مکعب کثافت پنجه نیکلی را نشان میده که ما و شما را برای اندازه گیری انتخاب کرده بودیم. به این مفهوم که هر سانتی متر مکعب پنجه نیکلی یک کتله 8.66 گرم داره یا هر 8.66 گرم از این پنجه یک حجم 1 سانتی متر مکعب داره می باشه. امیدوارم فعالیت را که در نظر گرفته بودم برتان واضح، مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.